سلام دوستان، عرضم به حضور شما یه خونه هست توی یکی از شهرستان ها که فکر میکنم سردرش زده بود که هر کس به این در درآید نانش بدهید و از دینش سوال نپرسید، همچین چیزی. بابا من این کلمه چیه؟ کدوم؟ بله، دخترم اومد یه سوالی ازم پرسید، سوالشو جواب دادم. بذارید با شما به اشتراک بذارم. گفته بود که امویان بر مسند قدرت بودن یعنی چی بابا؟ به نظر شما یعنی چی؟ اگر میتونید اینو به صورت کامنت لطفاً به من بگید. نوشتد که امویان بر مسند قدرت بودند. میشه اینو با هم به اشتراک بذاریم، شما بگید بی زحمت مسند قدرت یعنی چی؟ من جوابی که بهش دادم گفتم اینه که یعنی فعلا حکومت دست اوناست. مسند قدرت فعلا اونها بر حکومت سوارن. مسند هم اینجوری براش معنا کردن، گفتم سند و حساب کتاب حکومت فعلا به نام اوناست، همه چی دست اوناست، حساب و کتاب و مستندات و سندات همه چیز این حکومت اختیاراتش دست اوناست، بر مسند قدرته. امیدوارم که این درست باشه. حالا اگر اشتباه میگم دوستان میتونن توی کامنت به من بگن. اعتماد به نفس رو دارید، از الان منتظرم که دوستان تو کامنت برام بگن، ولی من این کار رو میکنم. میخوام یه کانال دوره همی مثل اون سردر اون خونه که چقدر زیبا گفتم اول صحبت، هر کس بر اون سرای درآید نانش دهید و از آیینش مپرسید یا از دینش نپرسید. خیلی قشنگه. ما ایرانی ها ذاتاً انسان های مهمان نوازی هستیم، بودیم. متاسفانه الان اقتصاد ما یه مدتی باعث شده که مردم توی تنگ دستی و توی فشارهای اقتصادی قرار بگیرن و اذیت بشن و ناخواسته نتونن اون مهربانی ذاتی خودشون رو بروز بدن، چون اون شرمندگی نمیذاره، اون ناتوانی در برآوردن حاجات میهمان و حرمت میهمان رو که باید برآورده بشه شاید کمتر باعث میشه یا نمیذاره. اما من از شما عزیزان خواهش میکنم تا میتونید ساده بگیرید، سخت نگیریم به هم دیگه. خوبه با آدم با مد راه بره، به روز باشه، اما نه اینی که محذب کنه خودش و دیگران رو که برای چشمی و برای یک مسائل شبیه به این دنبال مد بری که مثلا اسراف بکنی و در داشتنها شما دوباره باز هی تغییرات در خود ایجاد کنی. تغییرات اسراف گرایانه منظورم. با هم رفیق شیم. کارهایی که میکنم و میخوام باهاتون به اشتراک بگذارم. یه رفیقی دارم، حالا باید میره کار بدونم، 48 سال سنمه. یه مسئله رو از یه بنده خدایی شنیدم، میگفت انسان‌های ساده، آدم‌های ساده به این معنا که آدم‌های مثلا اهل دوز و کلک نیستن، اینها باخت زیاد میدن تو دنیا و باید حقو گرفت، حتی تو صف نونوایی به قول این بنده خدایی که من کلیپشون رو دیدم. درسته، ولی کاش ما بتونیم اینو فرهنگ سازی بکنیم که بابا اگه طرفم واقعا قدرتشو نداره حقشو بگیره، ما حقشو نخوریم. ما مردم ایرانی که خودمون رو مثلا متمدن میدونیم، این رو خودمون رعایت کنیم که حق کسی رو نخوریم و با نخوردن حق دیگران باعث بشیم که به کسی هم ظلم نشه، حق کسی هم پایمال نشه. دوستتون دارم. استارت کار میخوام بزنم، با امید خدا حمایت کنید که منم بتونم لایو بذارم. دوست دارم لایو بذارم تو یوتیوب، لایو بذارم و به صورت لحظه به لحظه با آنلاین با هم دیگه مشارکت کلامی و کامنتی داشته باشیم.
دوستتان دارم. خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله تو کارتون موفق باشید، تو امورات زندگیتون موفق و پیروز باشید.